کسانی که مباشرت کردن قتل سید الشهدا را شیعیان بودند. تحقیق کردیم، به این داستان رسیدگی کردیم از هر جهت. شیعیان امیرالمؤمنین را یا به قتل رسوندن، یا ترور کردن، یا به زندان انداختن، یا در بدر کردن و شهر کوفه را محاصره کردند. مباشرین قتل سید الشهدا اگر شیعه باشه، بینک و بین الله، شیعه هر قدرم فاسد باشه، آیا سمهای اسبش را ور میداره، نو میکنه، جدید میکنه، تیز میکنه، وقت میاد بدن سید الشهدا رو زیر سم میبره؟ هر قدر فاسق و فاجر طالب دنیا باشه؟ کدوم شیعه اهل بیت فاسق فاجره که خیام سید الشهدا رو به آتش بزنه؟ کدوم شیعه است که طفل رضیع را به این شکل به شهادت برسونه، هر قدر فاسق و فاجر قسی القلب باشه؟ کدوم شیعه است که هر چه حضرت بگن آقا یک قطره آب، یک قطره آب، کدوم شیعه از هر قدر قسی القلب باشه این یک قطره آب برای سید الشهدا نیاره؟ میشه چنین چیزی؟ کدوم شیعه این کار را میکنه؟ سید الشهدا روز عاشورا به اینا گفتن یا شیعت آل ابی سفیان، همونایی که امت را از قرآن و حضرت جدا کردن، اونها بودن که آمدن سید الشهدا را به این صورت قتل رسوندن. سید الشهدا ما این خطایا را تحقیق کردیم، ما رسیدگی کردیم به این خطایا، ما حقایق کربلا را تا اون اندازه ای که منابع در اختیارمون هست رسیدگی کردیم و بیشتر خطایا را برای ما نقل نکردن. مورخین قلم به دستی که مزدوران حکومت ها بودن واقعیت ها را ننوشتن، نگذاشتن به دست ما برسه واقعیت ها. لا حول ولا قوة الا بالله العلی